امروز که پا شدم دیدم بارون میاد، هوام خیلی سرده، گفتم یه شیرینی خوشکار درست کنم. تو این سرما واقعا با چای میچسبه. حالا طرز درست کردنش رو کامل تو کپشن براتون گذاشتم، میتونید نگاه کنید. واقعیت این شیرینی رو اولین بار بود درست میکردم، چون خیلی میترسیدم که خمیرش رو یا رشته‌ش رو خوب در نیارم. شکر گردو رو با هم آسیاب کردم. خمیرم که 2 ساعت تو یخچال گذاشته بودم آوردم بیرون، ریختم تو این جای مخصوص که اسمش یادم رفت. حالا دیگه نگاه نکنیم، بقیه‌اش هم که ریختم رو میز. اولش خراب کردم، نه آقا دومیش هم خراب کردم، من بلد نیستم. دیگه دومی سومی رو انداختم دور. متوجه شدم که شعله‌شو خیلی کم گذاشتم، برای همون که خراب در میاد. فقط چهارمی رو ببینین چه خوب در آوردم. دیگه قلق کار دستم اومد. خب منم خوشحال سر حال به کارم ادامه دادم. اینجا هم که تشویق آقا امید رو میبینم. حالا به قول امید اسباب بازیامو جمع کردم، اومدم پای گاز. اینا رو سرخ کردم. دیگه شهدم داخلش ریختم که قشنگ به خود این شینی ها بره.